اولی شد. امضای کار. اینم روغن ایوانی. ماشینی بزرگی هم مال شماست؟ بیاینم خوده اینجوری من وقتی که چند تا سفارش رو یه جا میبینم خودم هیجان زده میشم. جوجت پرفروش داری درسته؟ تقریبا گفتم اون دو تا. آره جوجه مرغم قیمم لولی این سه تا پرفروشه. شما چند گرمیه ولی؟ لقمه 200 گرمی. 200 گرمی. روغن ایوانی باید تحچین چه جونشون شو بکشیم. یه کوچولو سیب زمینی هم برنج. تلفن سفارش شما هم زنگ میخوره. اینم که ایوانی روغن حیوانی. تحچین هم که همه غذا داره دیگه علی. آها این هم سفارش بیرون بره 1.5 پرس. بادمجون هم داره بهش اضافه میشه. به به جواب به راحتی. روغن حیوانی هم تحچین برای 2 نفر. کباب شرط همون مزه. آدرس اینجا رو بهتون بدم. ببین اون پایین میخوره به کوچه مروی. خب اینم که نقیب الساداته. اینو که میایید بالا یه رستورانی هست به اسم رستوران فدک. تلفنش هم براتون بگیرم. یه مغازه کوچیک و بنجامنج و جمع و جوره. جای نشستنم برای 3-4 نفر دارن.